سخن آمد. پس باید ضامن بگذاری، ضمانت دهی که علیه او به همراه اهل قبیلت شورش نکنی. هیچ کس در آن زمینه نبود که ضمانت آن رئیس قبیله را. دولت‌های قبلی سطح تورمشان 45 بود، شما چرا کردید 25؟ به این علت به محمود احمدی نژاد رأی نخواهم داد. شنیدم برای فرزندت مراسم عروسی گرفتی، 40-50 نفر را دعوت کردی، بعد هم نماز جماعت خواندی. در نهج البلاغه نخوندی که مردم به دین زمامداران خویشند؟ هیچ فکر کرده اگر همه برای فرزندانشان اینطور مراسم عروسی بگیرند، کار و کاسبی سالن‌های غذاخوری، انتشاراتی کارت عروسی تعطیل خواهد شد. اما من به این علت مهم به محمود احمدی نژاد رأی نخواهم داد. به خاطر فقط 4 یا 5 ساعت استراحت. آقای دکتر اگر همه 19 ساعت کار کنند که مملکت پیشرفت میکنه. یک نکته مهم، شنیدم فرزندت برای خدمت سربازی خواست برود. سپاه آشنایانی داشتی، گفتی که به ارتش برود. ضمناً پیش شماره تلفن همراه فرزندت 0919 است. مرد حسابی تو که برای فرزند خودت کاری نمیتوانی بکنی، چطور رئیس جمهوری نمایی؟ و نکته آخر، هیچگاه از این گناه محمود احمدی نژاد نخواهم گذشت که وامی که باید به برج سازان تعلق می‌گرفت به کشاورزان و مردم درمانده. سیدی تنها به رنگ سبز نیست، هیچ دانی مادر سادات کیست؟ سبز یعنی عاشق مولا شدن، در دفاع از ولی زهرا شدن. سبز یعنی عشق تا نور و بلا، با حسین فاطمه تا کربلا. طالب سبزم نه آن سبز ریا، سبز هم بازیچه شد مهدی بیا. دو دور یه مسیری رو طی کرد با ادبیات گوناگون. در روند اول تقریبا نیم ساعت صحبت کرد که آقا خطر اینجوریه، اینا قدرتن، بالاخره منزوی میکنن، آسیب اقتصادی میزنن، پدر شما رو در میارن. هی گفت آخرش یه سوال کرد، گفت حالا من این توضیحاتی که دادم شما حاضرید کوتاه بیاید؟ من با همین لحن گفتم یه نوچ بلند ایرانی. یه سند دیگری امضا شد که این از نگاه ملت پنهان ماند. این چی بود؟ این سند توافق ایران با آژانس تحت عنوان ترتیبات اجرایی. شما میدونید الان پادمان ها و امپیتی به این ترتیبه که شما اگر تأسیسات هسته‌ای درست میکنی 6 ماه قبل از این که تزریق گاز بکنید یا غنیسازی رو شروع کنید باید اطلاع بدید به آژانس. در